یکی از دو مدرسه بزرگترین برای زنها در آسیای مرکزی در شمال تاجیکستان در شهر کانیبادام جایگیر است. مدرسه اویم اولین مدرسه در تاجیکستان برای تحصیل زنان دختران می باشد که در اول عصر 19 بنیاد شده است. این مدرسه در آسیای میانه دومین مدرسه زنانه و در جمهوری ما در جمهوری عزیز ما اولین مدرسه زنانه به حساب می رود و این مدرسه از 20 حجره عبارت بوده در چهارک یکم عصر 19 ساخته به استفاده داده شده است. در این مدرسه اساساً دخترها تحصیل میکردند. طالب علم‌ها از گرد و اطراف از حتی از شهر قوقانی جمهوری ازبکستان نیز آمده در اینجا تحصیل مینمودند و به واسطه ساخته شدنی گویم مدرسه گویم اویم در همین شهرها آن است که همین در پهلوی همین مدرسه هم از دورای پیش راهی اساسی راهی گویم بزرگ ابریشم میگذشت که این یعنی شهر کانیبادام رو با شهرهای گویم جمهوری ازبکستان قوقن و بشریق و ریشتان و چوست و اندیجان و چی پیوست می نمود. من در اینجا ما گفته میتونیم که حجره در این حجره ها 4 نفر 6 نفری تقسیم شده است. بیرون از درس گویم آموزشی گویم و فنهای دینی رو به جا می آورده. طرز این معماری عصر 13 این مدرسه گویم ساخته شده است. در این مدرسه در قطار گویم علم هایی که دینی بودن اساسا نحو و قرائت و ظرف و شریعت بسیارتر می آموختند. در قطار این نجوم مثال ستاره شناسی و غیر از این جغرافیا و قسما گویم همون گویم خطاطی نیز تعلیم داده می شد. به گفته روحانیان نصرانی کلیسای مسیحی نیز به خواندن زنان دختران با نظر نیک می نگرد. Православная церковь к учебе относится положительно, если учат хорошему. То есть, если нет ничего плохого в учебе, то значит в этом нет никакого греха. Поэтому мы не против, чтобы девушки учились там и в училищах, и в высших учебных заведениях. И также у нас есть в церкви есть духовное образование, получают, учатся на регентов, на певчих, катехизаторские курсы проходят. Церковь к этому относится положительно. موافق قانونگذاری تاجیکستان نوابسته به جنسش هر یک فرد باید صاحب معلومات میانه اساسی شود، یعنی تا صنف نهم مکتب‌های میانه خواندن هر یک شهروند حتمی می باشد، ولی ادامه تحصیل اختیاری است. به اندیشه جامعه شناس که در تشکیلات جمعیتی مرکز زنان فعالیت می کند، در جامعه معاصر دخترها نیز باید خوانده صاحب کسب شوند. خوب میشد که امروز دخترای ما صاحب کسب شوند، صاحب معلومات شوند، چون که اگر امروز دختران صاحب معلومات شوند، صاحب کسب شوند، آینده فرزندان خود را نیز همین طور آنها تربیت میدهند. اگر امروز زن دختر صاحب معلومات نباشد و این نداند که وقتی که فرزندش تب میکند مثلا و چطور دارو تیار کرده دادن نمیتوند و یا با کجا بعد از چی ما انتظار شده میتوانیم. بگذار امروز زنهای ما خوانند، زینه سیوم تحصیل فراگیر باشند، صاحب کسب و کار باشند. به اندیشه همصحبتمان والدین فکر میکند که دخترش تحصیل را ادامه دهد برای به شوهر برآمدن دیر می شود، ولی این اشتباه است. دیر نمی شود میگوید او. دیر نمی شود. بعضا حالی میگویند که اگر از 19 ساله 20 ساله بالا برد و دیر می شود، میگویند و دیر نمی شود. برعکس و عقل خودشان میگیرند. هر قدر که سن سالش کلان شود ملکه مهارت زندگی و بیشتر می شود، چون که اکثریت بعضی جنجال های اویلوی از آن که حالا خودش کودک است، هم از جهت فیزیولوژی هم از جهت پسیکولوژی با اویله داری تیار نیست آنقدر. به اندیشه شرقشناس فرهنگشناس دین بیش از پیش اخلاق است و هر یک فرد برابر گرفتن دانش‌های دنیوی از دین هم آگاه باشد خودشناس و خوش اخلاق می شود.
در عرفیت میگن که خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی. به نظر من هر کسی که خدا را میشناسد خودش را نیز احترام میکند و یا برعکس. البته ما شاهد هستیم و تاریخ بارها ثابت کرده است که آن نفرانی که دانش دینی زمینوی خوب دارند، البته تقلیدکار نیستند و دین را به طور خوب تا حدی بودنش میشناسند، زیاده روی نمیکنند، آنها همیشه خوش اخلاق هستند، سخاوتمند هستند و به یک اندازه اگر عادی کرده گوییم از دهشت روز قیامت میترسیم. آزاد مسئول از تاجیکستان.